سلامتا، خیلی خوش اومدید به کانال بازینو. توی این ویدیو ما میخوایم یادتون بدیم که چجوری جیمیل و ایمیل بسازید. ایمیل و جیمیل رو خیلی دارن، خیلی هم بلدن خودشون بسازن. ما برای اونایی که بلد نیستن این ویدیو رو داریم میسازیم. برای این که شما ایمیل بسازید خودتون 100% میدونید به برنامه جیمیل نیاز دارید که توی همه گوشی ها هست و اولین کاری که باید انجام بدیم وارد برنامه جیمیل میشه. خب مثل من اول که شما جیمیل ندارید همچین صفحه براتون باز نمیشه. خب باید جیمیل بسازید تا همچین صفحه براتون باز. اولش شما چند تا گزینه براتون میاد، مثلا گوگل، مایکروسافت و اینا. الان من میزنم روی این. اونایی که جیمیل دارن و میخوای یه جیمیل دیگه بسازن مثل من میزنم روی این، میزنم افزودن یه حساب دیگر. ببینید همچین صفحه رو گفتم براتون میاد. میزنید رو گوگل و ثبت میکنید تا یه همچین صفحه براتون باز بشه. اگر شما رمز دارید رمز رو میزنید، اگر پین دارید، اگر الگو دارید میزنید استفاده از الگوتون رو میزنید. ولی اگر سرانگشت دارید سرانگشتتون رو میزنید. من الان سرانگشت دارم، الگو هم دارم، از سرانگشتم ترجیح دادم بزنم. را ثبت میکنیم تا این بیاد. خب اومد. ببین اگر میخواید ایمیل یه چی دیگر رو بزنید روی گوشی خودتون، اینجا اون ایمیل رو وارد میکنید و میزنید بعد گذرواژش رو از خودش میپرسید، میزنید توی بخش گذرواژه و میزنید بعدی، و یا اینجا کدی چیزی براش میره بهتون میزنیدش داخلش میرید، یا بدون کد میرید داخل. به همین سادگی ایجاد حساب میزنید. کسایی که برای استفاده شخصی خودشون میخواد، مثلا استفاده همه روزمره، مثلا یکی میره تو گوگل برای سرچ میخواد برای اینا، یا مثلا برای پابجی، برای کالاف، برای فری فایر، برای اینا میزونه استفاده شخصی من. ولی برای حرفه یا کسب و کار من، مثل کانال یوتیوب، مثل کانال اینستاگرام، حساب اینستاگرام، حالا هر چی دیگه، این مثال بود. من برای استفاده شخصی من رو میزنم. خب اینجا نام و نام خانوادگی ازتون میخواد. نامش اجباریه. نام رو میتونید به انگلیسی بزنید، میتونید به فارسی بزنید. چون ما میزنیم بازینو نقطه 8. خب اینجا هم حالا این نقطه 8 رو اینجا پاش کنم، اینجا بنویسم اختیار نام خانوادگی. نام خانوادگیش اختیاری. خب اینجا شما اگر باید تاریخ تولدتون رو بزنید. مثلا الان اگر من بزنم 2011، مثال میزنم، حالا 2011 نیستم، مثلا مذکر. ببینید این قبولش کرده. حالا ببینیم چه سنی نمیتونه بزنم. 2012 همینجوری. خب اینا قبول میکنم. البته ها راستی اینجا تو اینو میزنید، مثلا میرید اینجا ایمیل رو انتخاب میکنید، بعد میرید اینجا گذرواژه میزنید، بعدی رو بزنید. این برای شما میگه سن شما کمه و نمیتونید، باید بالای 18 سال باشه. مثلا من 1999 میزنم، ماه سپتامبر، روزم مثلا 3. خب مذکر. بعدی رو میزنیم. خب ایجاد نشانی جیمیل خودتون. اگر اینجا یا براتون پیشنهاد میاره، اگر اسمتون یه طوری باشه که بشه پیشنهاد داد بهش، یه اسم خوبی بداد، اینجا 2 تا پیشنهاد میده. یا میتونید یه چیز از اینا رو بزنید رو شاهد، بزنید بعدی برید، یا میتونید ایجاد نشانی جیمیل خودتون رو بزنید و خودتون جیمیل بسازید. چون من الان یه جیمیل برای خودم مینویسم. خب از ما الان نوشتیم بازینو نقطه 8 نقطه 10، چون نقطه 8 رو بازینو نقطه 8 رو کسی استفاده کرد. حالا میذاریم بعدی. خب دیدید چه همه چی تا اینجا خوب پیش رفته. الان از شما یه گذرواژه میخواد. خب من الان گذرواژه رو برای خودم وارد میکنم. خب گذرواژه خودم رو وارد کردم اینجا من میزنم گزینه بعدی. خب گزینه بعدی رو میزنیم
و این جیمیل برای ما ساخته شد، به همین سادگی ساخته شد. بعدی رو میزنیم. الان میایم پایین، موافقه هم رو میزنیم، رو میرو مرحله بعدی. دیگه تموم تقریبا. خب بله، اینم از این جیمیل الان برای ما ساخته شد به همین سادگی. الان میزنم اینجا، باز اینا رو میزنیم. ببینید این جیمیلیه که من ساختم. خب بچه این جیمیل بود. الان ما میخوایم ایمیل بسازیم برای شما. ایمیل هم به برنامه تنظیمات نیاز داره که همتون دارید و یک عدد جیمیل، یعنی حتما شما باید یه عدد جیمیل رو داشته باشید که ما الان یه دون ساختیم، با همون یه ایمیل هم میسازیم. من میرم توی برنامه تنظیمات. خب ببینید من الان یه دونه ایمیل اینجا دارم. ببینید اینجا من یه ایمیل دارم. حالا این ایمیل رو پاک میکنم و بعدش دوباره یه ایمیل میسازیم. ایمیل رو پاک کردم، الان میخوایم یه ایمیل بسازیم، وارد قسمت باید بشیم. الان یه نکته هم باید بگم بهتون که بچه ایمیل و جیمیل فرق داره این دوتا. اینو بفهمید که این دوتا فرق داره. هرچی گفت ایمیل منظورش جیمیل نیست. ایمیل یه اکانت سامسونگ یا حالا پوکو، شیائومی، هر چیزی هست. فقط ایمیل داخل تنظیمات ساخته میشه یا برنامه خود ایمیل. اینجا یه حساب هر دستگاه فقط برای شما. اینجا میتونید شما اگر ایمیلی دارید یه چه این سه تا گزینه رو انتخاب کنید و بزنید توش واردش بشید. اما اگر ندارید میذارید رمز عبور را فراموش کردید یا حساب ندارید. اینجا میتونید شناسه را فراموش کردن رمز ورود یا ایجاد حساب. شما ایجاد حساب رو میزنیم. ایجاد حساب رو من میزنم مثل با شما. اینا شرایط و ضوابطی من شما همه رو طالب بالا رو خوندم میپذیرم. خب بچه مثل این چیه باجی چیزی خورده. حالا واسه ما هر چی میزنم رو ایمیل اصلا نمیذاره چیزی بنویسم، ولی خب اینو براتون توضیحش میدم مراحلش رو. شما اینجا ایمیلتون رو وارد میکنید. من به خدا نمیشه، یعنی هر کار میکنم نمیشه. بعد میزنید بعدی رو چه بزنید. از شما گذرواژه میخواد، گذرواژه خود ایمیلتون رو وارد میکنید. دوباره میزنید بعدی. یه چون گذرواژه هم برای خود ایمیلتون باید بسازید چه دیگه خودش مرحله به مرحله براتون میشه و شما وارد میکنید. اگر هم مشکلی داشتید میتونید توی کامنت ها همین ویدیو به من بگید تا من بهتون کمک بکنم. خب حتی اینم بود از این ویدیو. دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. من جای این ویدیو کمکتون کرد و از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما کانال ما رو ساب بکنید، زنگوله چنارش رو بزنید، یه کامنتی چیزی اگر نظری داشتید بذارید یا همینجوری برای همتون یه کامنتی بذارید، همینجوری یه قلبی انگلیسی چیزی و لایک هم حتما فراموش نشید. دمتون گرم شد تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون.